مارشال دوستم میگوید افغانستان به زودی نجات پیدا می کند. مارشال عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان در نشست همصدایی ملی جریان‌های سیاسی مخالف طالبان اظهار داشت که بار دیگر به نجات و آزادی افغانستان امیدوار شده است. نشست سه جریان سیاسی بزرگ مخالف طالبان، شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان، مجمع ملی برای نجات افغانستان و حرکت ملی برای صلح و عدالت روز سه‌شنبه به توافق رسیده و با نشر یک اعلامیه مشترک طرح واحد را برای رسیدن به صلح پایدار و عبور از بحران جاری در کشور اعلام کردند. در این اعلامیه بر آغاز مذاکرات همشمول و فراگیر برای حل بحران افغانستان تاکید شده و آمده است که این گفتگوها باید با حمایت و تسهیل سازمان ملل متحد، کشورهای منطقه و جامعه جهانی در اسرع وقت برگزار شود. این جریان‌ها تاکید کردند که توافق سیاسی باید الزام آور بوده و زمینه‌ساز صلح پایدار، آشتی ملی و استقرار یک نظام مشروع و مردمی در افغانستان گردد.